ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابوبکر خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ثواب دو ماه عید کم نمی شوند، ماه رمضان و ذوالحجه. روایت بخاری و مسلم. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما در شرح این حدیث میگویند ثواب دو ماه که در آن عید است، یعنی ماه رمضان که در آن عید رمضان است و ماه ذوالحجه که در آن عید قربان است کم نمی شوند، اگر چند 29 روزی باشند هم. بنابر ماه قمری بودن ماه رمضان گاه 30 روز و گاه 29 روز می آید. اگر سال رمضان 29 روز باشد هم ثوابش کم نمی شود و شخصان روزه‌دار ثواب یک ماه کامل را می گیرند و این خود از رحمت و فضل خداوند مهربان است. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که گرچند که ماه رمضان اگر 29 روز آید هم شخصان روزه‌دار ثواب 30 روزی کامل را میگیرند و اینچنین از مضمون این حدیث ما فهمیدیم که ماه‌های هجری قمری 30 روزی کامل نیستند، سال 29 روز می آیند و سال 30 روز می آیند. ماه‌های هجری قمری به گردش ماه ربط دارد. خود کلمه قمر این ماه می بود. اگر ماه‌های میلادی از 30 و 31 روز عبارت باشند، ماه‌های هجری قمری باشد از 29 و 30 روز عبارتند. به همین سبب هر سال رمضان 10 روز پیش می آید. پس خوش به حال آن شخصانی که رمضان را روزه می گیرند و خداوند با فضل و رحمت خودش به آنها ثواب یک ماهی کامل را می نویسد، گرچند که رمضان 29 روز آید هم. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند.